با اوج گرفتن قطعی‌های سراسری برق و آب و به هم ریختن مملکت، یکی از این دلغک‌های تیوی ریش روی آنتن یکی از این برنامه‌ها پرسیده که چرا به موقع و درست به زیرساخت‌های برق و آب رسیدگی نشده که کار به اینجا برسه. آخه این چه سوالی آخه؟ اگه قرار باشه مسئولین نظام آخوندی به فکر زیرساخت‌های مملکت باشن، پس کی بره از سقوط بشار اسد جلوگیری کنه؟ کی بره برای لبنان نیروگاه و رستوران و هتل و استخر و این چیزا بزنه؟ اگه قرار باشه آخونده و سپاهیا به فکر پیشرفت مملکت ما باشن، پس دیگه کی بره به داد کشورهای دوست و همسایه برسه؟ آقای رئیس رسید، محموله رسید. 100 تا جعبه مجموعاً 300 میلیون یورو پول نقد. خب باشه، آروم باش. آخه 300 میلیون یورو نقده، خیلی پوله. چیکار کنیم با این همه پول؟ خب معلومه میزنیم به زخم مردم. آره دیگه. نه واسا، ببین اون نیروگاهی که تو بغداد داریم میسازیم، یه 5 میلیون یورو بفرست اونجا، بقیه چی دیگه بزنیم به زخم مردم. صبر کن یه 10 میلیون یوروش هم بزن برای اون بیمارستانی که تو اوگاندا ساختیم. آره، بقیه‌شو می‌خوایم بزنیم به زخم مردم. بله، 10 میلیون بیمارستان اوگاندا، بقیه برای زخم مردم. داشت یادم میرفت. یه 30 میلیون هم بزن برای جنگ نیابتی تو سوریه و تجهیز حزب الله. یه 25 میلیون هم بزن برای اون هتل رستورانه که تو یمن ساختیم. آره، یه 10 میلیون هم واسه اون شهربازی مردم مظلوم فلسطین. دیگه بقیه‌اش هرچی مونه واسه زخم مردم. نه واسا، یه 120 میلیون هم بدهی به روسیه داریم. 70 میلیون یورو هم برای دستکاری انتخابات لبنان. 7 میلیون هم مخارج آقازاده تو آمریکا. خب دیگه هر چی مون دیگه بقیه‌شو بزنیم به زخم مردم. میگم آقای رئیس، یه 10,000 تومان دستی داری بدی؟ والا با این دخل و خرجی که شما دستور دادی، چیزی واسه زخم مردم نمیمونه که هیچ. این راننده آژانسی هم که این جعبه رو آوردم پولشو نداریم بدی. راست میگی. خب ببین، بپر کمیته امداد، بگو رئیس سلام رسونده و از قول من بگو که از فردا تعداد صندوق صدقه ها رو در سطح کشور 2 برابر کنن. اگه از تو اونا چیزی در اومد جمع کنیم بیاریم ببینیم چقدرشو میتونیم بزنیم به زخم مردم دیگه. بودو ببینم، بودو کمیته امداد نوسته ها، بودو به سر خوب.